در نشست بزرگ سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشوا یکی از مسائل مبرم و آن هم آزادی بیان در سراسر کشورهای عضو بررسی شد. در این نشست مسئولان امور آزادی مطبوعات در این سازمان از تنزل آزادی بیان گفتند و افزودند که خبرنگاری نظر به گذشته به یک کسب خطرناکتر تبدیل شده است. قسم زیادی سخنرانی درباره فشار به مطبوعات مستقل، تهدید به خبرنگاران و ساکت کردن دیگر اندیشان بود. وفا نیتبکوف، نماینده هیئت تاجیکستان از وزارت امور خارجه، ضمن سخنرانی 2 دقیقه خود گفت در کشور تمام شرایط برای مطبوعات مستقل فراهم شده است، ولی به قول وی یک ایده از رسانه‌ها هستند که واقعیت را تحریف کرده می‌خواهند به افکار عموم در تاجیکستان تاثیر گذارند. وی از یگان رسانه نام نبرد و این زمان مطبوعات بین المللی و رسانه‌های بین المللی را هم متهم کرد که به قول وی به گروه‌های افراطی و تروریستی به مثل حزب ممنوعین حضرت اسلامی و گروه 24 منبر می‌دهند. در تاجیکستان هر دو سازمان افراطی و ممنوع اعلان شدند، ولی در کشورهای غربی که بعضی از اعضای این سازمان‌ها زندگی دارند به نظر تاجیکستان موافق نیستند. وفا نیتبکوف همچنین گفت 2 نشریه‌ای که در تاجیکستان از فعالیت ماندند و مثل آزادگان و پیک و دلیل نداشتن پول کارشان را بس کردند، هرچند خود مؤسسان میگویند فشار و تهدید برای نوشته‌ها سبب شد که هفته‌نامه آزادگان را ببندند. واکنش بعضی از نمایندگان سازمان‌های جمعیتی از تاجیکستان که در نشست حضور داشتند خنده تمسخرآمیز بود. مشورت و گفتگو درباره آزادی بیان در حوزه کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا تا شب 17 سپتامبر ادامه می‌کند و قرار است حاضران نشست نظری سازمان‌های مستقل را درباره وضع آزادی سخن در تاجیکستان هم بشنوند. اما وضع آزادی بیان در 2 سال اخیر پیوسته از طرف سازمان‌های بین المللی تنقید شده است. آنها می‌گویند تعقیب برای نوشته‌های انتقادی درباره حکومت، دعوت به اداره‌های امنیتی برای مشورت به اصطلاح دوستانه، محروم کردن از حق کار و از اصولهای ساده و رایج است که مقامات تاجیکستان برای ساکت کردن مطبوعات مستقل به کار میبرند. طاهر سفر و مارتین بوبنیک، ورشوا.